برادران ملت همیشه در صحنه، امشب میخوام این جوونی که اینجا وایساده رو معرفی کنم. آقا این دزد بوده، مشروب میخورده، مواد مخدر مصرف میکرده، شرخر بوده، خلاصه خلاف و هر غلطی دلش خواسته میکرده، مفسد فی الارض. ولی الان هدایت شده، همه چی رو گذاشته کنار. آقا کامبیز تشریف اینجا، خودت بیا تعریف کن چطوری توبه کردی. بیا آقا جون، بیا خود بگو آقا جون. با سلام خدمت همه حضار محترم. والا چی بگم، من یه عمر دزدی میکردم، دعوا میکردم، معصیت میکردم، خلاصه آدم درستی نبودم. اما خدا تو تمام این سالیان آبرومو نبرد. اما از وقتی توبه کردم این مرتیکه خر واسه ما آبرو نذاشته. والا نمیدونم. های حاجی اون که گذاشته کنار، تو که داری ادامه میدی چی میگی آخه؟ میکروفون به دستش بینیم خودش چه کارا کرده. آخونده نامرد بیابرو.